شلوار من رو در آورد و خودش روی من خوابید. چندین مرتبه کلفتیشو هی تو من فرو کرد. سلام به مخاطبان کانال دسیسه. از اینکه کانال ما رو واسه شنیدن داستان هاتون انتخاب میکنین از شما سپاسگزاریم. من توی خانواده‌ای به دنیا آمده بودم که وضع مالی نسبتاً خوبی داشتیم و پدر و مادرم یکم مذهبی بودن. مثلا بیرون از خونه باید چادر می‌پوشیدم، برخلاف خانواده عموم، عمم و خاله هام و داییام. کلا ما مثل اونا نبودیم و یه جورایی پدر و مادرم بودن که مذهبی بودن. زندگی خوبی داشتیم و از زندگیمون راضی بودیم. همه پسرعموام، دخترعموام و همینجور دختر خاله و پسر داییام همشون ازدواج کرده بودن و توی سن کم، همشون توی 17-18 سالگی ازدواج کرده بودن. من که شده بودم 18 ساله، همه به من میگفتن که باید هرچی زودتر ازدواج کنی، ولی من هیچ علاقه‌ای به ازدواج کردن نداشتم. حتی یکی از دختر خاله هامم توی سن 17 سالگی، اون که 1 سال از من کوچیک‌تر بود، ازدواج کرده بود. ولی من هیچ علاقه‌ای نداشتم که بخوام ازدواج کنم. بگم بهتون که اون دختر خاله هام، دختر عمو، دختر داییام، هر کدومشون که ازدواج کرده بودن زندگی آنچنان خوبی نداشتن. ما با خانواده مادریم رفت و آمد زیادی داشتیم، ولی با خانواده پدریم یکم رفت و آمدمون کمتر بود. خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم خیلی کم می رفتیم. اونم یه دلیل داشت. دلیلش هم عموم بود. عموم اصلا از پدر و مادر من خوشش نمی اومد و همیشه که ما می رفتیم مادر بزرگم به بابام می گفت که تا پسرم محمود نیومده هرچه زودتر بریم. فقط ما در حد نیم ساعت شاید می رفتیم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم و به اونا سر می زدیم. دیگه بیشتر از این نه. وقتی که کوچیک‌تر بودم همیشه از پدر و مادرم میپرسیدم دلیلش چیه. اونا چیزی نمیگفتن. میگفتم چرا عمو از شما خوشش نمیاد؟ اونا چیزی نمیگفتن تا اینکه سنم رفته بود بالاتر و یه روز مادرم به من گفت که عموت و بابات هر دوتاشون عاشق من بودن، ولی هیچ کدومشون خبر نداشتن که این دوتا برادر عاشق یه نفر شدن. وقتی که بابات به خواستگاری من اومد، شب خواستگاری عموت گفت که من عاشق لیلام. لیلا اسم مادرمه. ولی من عاشق همسرم مرتضی بودم و نمیخواستم با اون ازدواج کنم و جواب مثبت رو دادم به مرتضی بابات. عموتم کینه به دل کرد و دیگه از ما خوشش نمیاد و بعد از اون گفت که من زهرم رو به شما دوتا خالی میکنم و حسابتون رو میرسم و کینم رو روی شما خالی میکنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله پیج رو بزنید تا اولین نفر شما باشه که داستانهای ما رو میشنوه. تا انتهای این ویدیو رو با ما باشید و نظرهای خودتون رو برای ما کامنت کنید. من بالاخره فهمیدم که چرا عموم از ما خوشش نمیاد. وقتی که ما خونهشون بودیم و عموم میومد خونه چشای بد به ما میکرد و به من میگفت که حالم از شما به هم میخوره. به من و داداشم میگفت و ما سریع میرفتیم پیش پدر و مادرمون. وقتی که شدم 20 ساله واسم یه خواستگار اومد. یه خواستگاری که همه چیش اوکی بود. کارمند بانک بود و خودش یه خونه داشت. ماشینم داشت. وقتی به خواستگاریم اومد سریع جواب مثبت دادم. نسبت به همه دخترای اقواممون که ازدواج کرده بودن این یک گزینه عالی بود. خانواده علی خیلی آدمای خوبی بودن و به خواستگاری من اومدن و منم قبول کردم. خانواده مهربونی بودن. پدر شوهر، مادر شوهر و خواهر شوهرم خیلی منو دوست داشتن و منم دوستشون داشتم. یه جورایی همه به من حسودی میکردن و به من میگفتن ازدواج نکردی توی سن 20 سالگی اینجور خواستگاری برات اومد و منم خیلی خوشحال بودم. مراسم عقد و نامزدیمون رو با هم دیگه گرفتیم و من از این اتفاق و از این
انتخابم علی خیلی راضی بودم و خوشحال ترین آدم توی اون جشن من بودم. مراسم خیلی باشکوهی واسه ما برگزار کردن. رابطه من و علی خیلی با هم دیگه خوب بود. علی خیلی آدم خوبی بود. همه جور هوای منو داشت و منم خوشحال ترین دختر بودم و به خودم میگفتم خوشبخت‌تر از من توی اقوام نیست. رابطه من و علی، ما با هم دیگه رابطه داشتیم ولی علی همیشه به من میگفت که دلم میخواد وقتی که ازدواج کردیم اونجور رابطه ها با هم دیگه داشته باشیم و منم خیلی استقبال کردم و خوشحال بودم که علی این همه ذهنش بازه. من دختر بودن خودم رو حفظ کرده بودم. یه روز دعوت بودیم خونه مادر بزرگ پدریم. مادر بزرگم نمیخواست جلوی اقوامای مادر من کم بیاره. به خاطر همین ما رو دعوت کرد. ما هم قبول کردیم. مادرم صبح زود رفت خونه‌شون و منم به مامانم گفتم که منم ظهر با بابا و علی میام. اونم قبول کرد و با داداشم با هم دیگه رفتم واسه این که به مادر بزرگم کمک بدم. ظهر بود ساعت 12 و من منتظر بودم که بابام و علی بیان. دیدم در خونه رو زدم. وقتی که رفتم عموم بود. خیلی تعجب کردم. عموم خونه ما چیکار داشت؟ اون که حالش از ما به هم میخورد. پس الان اومده چیکار کنه؟ آیفون رو برداشتم و گفتم بله. که عموم گفت منم عمو در رو باز کن، مامانت یه چیزی خونه جا گذاشته، به من گفته منم اومدم براش بیارم. تعجب کردم. مثلا خیلی سوال بود. اون که از ما خوشش نمیاد، از مامان من خوشش نمیاد. چجوری اومده حرف مامانمو گوش کرده و واسش یه چیزی ببره. در رو باز کردم عموم تو اومد تو با همدیگه سلام علیک کردیم و بهش گفتم مامانم چی یادش رفته عمو بگو برم برات بیارم ببری. در رو بست و گفت که من با مامانت کاری ندارم، با خودت کار دارم. اومدم تلافی ظلمی که در حق من کردن و از پدر و مادرت بگیرم. گفتم یعنی چی؟ که یهو منو از پشت هل داد و خودش روی من خوابید. هر چی که خواهش و التماس کردم عین خیالش نبود. شلوار من رو در آورد و به بدترین شکل ممکن به من دست درازی کرد و من باورم نمیشد. اون دخترانگی منو ازم گرفت. چندین مرتبه کلفتیشو تو من فرو کرد تا خیالش راحت باشه که من دختر نیستم. کارش که تموم شد لباسشو پوشید و به من گفت که الان دیگه خیالم راحت شد و رفت. من موندم و یه دنیا حسرت و حالم بد بود. به محض اینکه بابام اومد همه چیز رو براش تعریف کردم و بابام عصبی بود و من فکر میکردم بابام به من میگه بریم تا حساب عموت رو برسیم، ولی به من گفت بپوش بریم کلانتری. بهش گفتم بابا کلانتری چیه که داد زد سر من. گفت که گم شو بهت میگم بریم کلانتری و با هم دیگه رفتیم کلانتری و از عمو شکایت کردیم و همه چیز رو تعریف کردم اونجا. اونا هم حکم جلب عموم رو دادن و ما رو فرستادن پزشک قانونی تا مطمئن بشن و مطمئن شدن که حرفای من همش راسته. همه چیز رو واسه همسرم علی تعریف کردم و علی وقتی که این حرف رو شنید عصبی شد و گفت که عموت رو میکشم و رفت. بعد از اینکه رفت یه 5 ساعتی بعد به من پیام داد و به من گفت که شنیدم عموت رو دستگیر کردن. بهت پیام دادم میخواستم بهت بگم که من نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم و میخوام درخواست طلاق بدم و طلاق بگیریم. یه شبه زندگی من، آینده من نابود شد. حالم خیلی بد بود. عموم رو دستگیر کردم ولی گفتن که اختلال داره و دیوونه است. به خاطر همین حکم اعدام ندادن و اون رو به حبس ابد محکوم کردن. الان چند سالی از این اتفاق میگذره و من موندم و هزار تا حرف و حدیث و هنوز دلم نمیخواد ازدواج کنم و واقعا عموم زهرش رو به پدر و مادرم ریخت. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من بودین. مرسی که با لایک و کامنت و سابسکرایب از من و کانال خودتون
حمایت میکنید. دوستتون دارم.